шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани Теғи сухан аз китоби Бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 16. اتاق کاری حمید جاوید در نصف شب صحنه تئاتر را می‌ماند. در سر میز کاری حمید جاوید چون اکتیار صحنه سخن میگفت و بیننده گمان میکرد که او با خود نه، با تماشابینان گفتگو دارد. یگانه چراغی که روی میزی که رنگی نافرمان داشت به طرف صحنه نگرانیده شده بود و اهل تالار در نیم تاریکی می نشستند. به فکر شما به زیر نظارت گرفتن این موضع خوشگذره یگان نتیجه میدهد؟ پرسید شخصی که چراغی صحنه به سویش نگرانیده شده بود. نمیدانم. مادامی که خود همین موضع مورد آموزش شما قرار گرفته است، می‌سزد نسبت به کارهای علمی با اندیشه تر شویم. آواز آمد از تالار. در مسئله خبر تلفنی علی گیفریموف چی چاره باید؟ از آنچه که مردم محلی زیستی خواجه و رسمی صالح جلیل را شناختند و گفتند که با خواجه و مناسبت محرمانه داشته است، خوب میشد که از قفای خواجه و نظارت تشکیل نماییم. نظارت چی لازم؟ او را آورده پرسیم چی؟ میترسم که از بد بدتر نشود. چرا؟ زیرا همه جا و جلال و افتمشنی مرسدس را بهر خواجه و کسی تقدیم نموده است. ما بحث نمی کنیم. به فکر شما راضی شده؟ نمیتوانم رفیق کپیتان. پاسخ داد شخصی در صحنه بوده. اندک صبر. رفیق پتپکانی. از آن که دختری 25 ساله تا هنوز در یگان جا کار نکرده صاحب ثروت گشته است، این یگان نشانه از رکوردهای گینس نیست. و همه این ثروت را یا رایگان صاحب گشته است یا خودش در گردش مواد مخدر سهم گذار است. از همین رو نظارت از قفای خواجه و به منفعت است. شاید خود خواجه و قصد جان صالح جلیل نموده باشد و یا سپارش دهنده در جنایت باشد. گمان دارد که او ما را به اجراچی جنایت شناس میکند. شاید. من حیرانم که چرا شما غالب آزمون ما را از معرکه بیرون کردید. چون که نه به طبری راست خطا و نه مستقیما او را از مرگ صالح جلیل منفعتی نیست. در چنین حالت بازداشتن او این خودت شکست نوبتی بحری ملیسه میشود. عقیده لیتینان گوریسوف در این باره به فکر استاد راضیم. پاسخ داد شخصی دومی در تالار بوده. از کدام نقطه نظر شما یتیم تاش را گمانبر میدانید و آیا میسزد که ما کاهی کهنه را باد کنیم؟ باز با همون سمت تاریکی نگریسته گفت مردی روی صحنه بوده. فکر و عقیده خش را من در گزارشم روی صحنه آوردم و گمان است که بیشتر به آن چیز علاوه نمایم. کاهی کهنه را باشد موردی بادش رسیده است و خواه و ناخواه ما باید آن را باد کنیم. فرقی ندارد ما یا دیگرها. آخر در محل زیست یتیمیتاش هم ملیسه هست. همین طرفی مسئله را نسبت به خواجه و ما می توانیم به واسطه بخش کافتکاو جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی به واسطه کبرچوک هم اجرا نماییم. برای چنین عمل یگان چیز لازم است. البته پیش از همه اگر به طور رسمی گیریم رازیگی پروکورور، ولی چون حجت در این باره نداریم از نظارت رسمی دست کشیدنمان لازم می شود. اکنون ما را تنها یک راه است، با راه اپراتیوی به مقصد خش نائل گشتن. چون ما با راه اپراتیوی دستاورد به دست آوریم به طور رسمی گرفتن رازیگی پروکورور هم آسان می شود. در این باره من به شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکز زنگ زنم یا شما؟ در عرفیت میگویند که 100 زدن سوزنگر و 1 زدن آهنگر. ندا آمد از تالار. میلش این طرفی مسئله را من به ذمه خویش میگیرم. در بالای ورقگردان کردن زندگی نامه یتیمی تاش باشد به شعبه کارهای داخلی محل زیستش خبری اپراتیوی تیار نماییم. خوب شده است. از تالار تاریک آواز بلند کرد لیتنان گوریزوف. مسئله نظارت موقع خشکک‌دره را چی کنیم؟ سوال پرتافت شخصی یکم. من زید نیستم. به هر حال این مسئله را تا فردا موقوف گذاشتن لازم می آید. گویان شخصی در صحنه بوده تماکو درگیراند. سپس او از جای برخاسته به طرف تالار تاریک حرکت کرد و دست به تگمچه‌ای در پشت در بوده برد. در یک زمان روشنی فضای اتاق کاری را زیبا گردانید. 2 نفر از اهل نشست تالار که چشمانشان به تاریکی عادت کرده بودند
از یک و یک بار فروزان گشتنی برق در لحظه اول به پنجه هایشان چشمان خیش را حفظ کردند. صاحب اتاق همان خیل تماکو در دست به نزد تیریزه رفت و آن را گشود. خوش رفیق کاپیتان، باز چند روز شما باید اینجا مانید؟ 2 روز. بسیار 3 روز. شنیدی رفیق لسینان؟ به طرف گرویزوف رو آورده گفت حمید جاوید. بله. با گمان است که غیور نباتویچ این دفعه مرا دستگیری کند. فرض کردیم غیور نباتویچ هم مرا دستگیری نمود، ولی کلین چی میگفته باشد؟ آخر 2 روز پس رسا 17 روز می شود که ساربانی حامد اینجاست. در این دوام او علاقه 2 جنایت در زیر نظارت شخصی وزیر بوده را کشاد. اگر وقت امکان دهد شاید در همین 2-3 روزی دیگر گره از جنایتی در موضع خوشکک در رخ داده را دریابد. از دل گذران سردار و با آوازی بلند گفت: اگر فهمیده باشی فرصت را از دست نده. رفت و بختم آمد نماید، در همین 2-3 روز هم یگان علاج میکنیم. او به طرف میز کاریش حرکت نموده حجتها را از بالای میز گرفت و به قلدان گذاشت و دست به طرف سیف آهنین برده چون باوری حاصل کرد که آن محکم است امر داد. رفتیم. و کجا؟ از جای برخواست پرسید ساربانی حامد. به آشخانه. باور کنید از گرسنگی شکم تبلک می نوازد. گویان اهل تالار را برای برآمدن هدایت نمود سردار و چراغ را خاموش کرد. دختر این دفعه با شنیدن بانگ خروس بیدار شد. هرچند موضع گلبوته یک پاره جدا نشونده شهر است، ولی مردمش را شهری گفتن نشاید. اکثر این مردمی این محل چون مردمان کوهدامن یاردمچی بازارند و از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب در زمین نزدی حولگی خش جنب و جور دارند. اگر همین طور نمی بود کی می داند حالی صباحت و دادر و خواهرکانش چی می شد؟ چند سالی که پدرش در روسیه است، مادر با شنیدن بانگی اذان یا آواز خروس از جای برمیخست و در حاطه جنب و جور میکرد. ساعت پس او قسم از حاصل زمین را به بازار میبرد و رزق روزی خویش و فرزندان را مییافت. خود صباحت نسبت به بانگ خروس نفرت داشت، چون که فریاد بی وقتی یگان خروس تمامی خروس‌های گرد اطراف را به آواز روشن کردن مجبور میکرد و خواب مردم را ناراحت میساخت. شاید خودی حاضر اگر خروس نغمه پردازی نمی کرد او خواب خش به پایان نمی رساند. دختر یک بار چشم نکشاد. او سری خوابهای لحظه پیش دیدش اندیشه نمودن خواست، ولی همانا از رایش گشت، چون که خواب دیدش آنقدر پیش در پیچ و بی سر و نوک بود که او را گاه به عرش برده و گاه به فرش آورده. همش از کثافتی همین خروس شد. از دل گذران دختر و آهسته آهسته چشمانش را گشاد. خانه در حالت نیم تاریکی قرار داشت. چشم صباحت به مادر برخورد که الکی سری پا راست شده بود و نگنوکی پا از خانه خواب بیرون رفتن میخواست. شاید مادر نمیخواست که فرزندانش بر محل بیدار شوند. دلی صباحت به حال مادر سوخت. این صبح دادر و خواهرکانش باید به مکتب روند. اگر تقدیر با دست شخشولش چون پتک به سر اون نمیزد، اون نیز همراه دوگانه هایش به مکتب میرفت و در عید دانش شرکت می‌ورزید. ولی دیروز بیگاهی در پیش دروازه حویله‌شان همسینفش جمیله جمال را دید. جمیله خبر داد که امسال بعد ختم صنف 11 به دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان حجت می‌سپارد. آرزوهای جمیله دلی به این هم خزینی او را حزین ترک نمود. 1 سال است که او همه آرزو و آمال خش به گوش فراموشی داد و به جوانی خش نگاه نکرده همنشین زنهای روزگار دیده گشت. همینش نمی رسید که اکنون به نام او کلمه بیوه هم همراه شد. مادر کلانش همیشه تاکید میکرد که از بیوه شاه دیده زنی خروس بودن اولاتر است. چون خانه خواب در حالت نیم تاریکی قرار داشت و مادر نگنوگی پا قدم زده تا پیش در رفت، دختر از بیدارشوی خش درک نداد. وقتهای آخر اون نسبت به 2-3 ماه پیشتر نهایت خواب آلود شده بود. مادر هم وضع او را نقص میفهمید که صبحگاهان خودش کارهای خانه را به دوش گرفته بود و این صبح نیز او خاموش و به آواز در را گشاده از خانه بیرون شد. همه حرکت‌های مادر را با چشمان نیم پوشیده دختر دید، ولی از بیداری خش درک دادن نخواست. او بسیار میخواست که باز لحظه روی بستر باشد و
آرزوهای صباحت چون آرزوهای همسالانش بودند. در ضمیر او نیز محبت با محمد در نبر بودند. محبت اصلا او را آرام کردنی شده. می گفت که از 100 گلت یک گلت هنوز خزان نگشته است و باز اگر خودت تلاش به خرج دهی در دل صدها جوان پیکان خواهی زد. محمد باشد او را به صبر و تحمل دعوت می کرد. ببین در بطن طفل داری که او دوام دهنده عمر آدمی است و آیا می سازد که برای دلخوشی لحظه اینه شرم و حیا پیش پا زنی؟ در این صبح صالحان بالای بستر غیل زده سری طغیان و نبردهای در قلبش رخ داده اندیشه کردن خواست، ولی به خلاصه آمدن نتوانست. دلش اکنون دو نیم شده بود و نیمه ضعیف آن طرفدار محبت بود و نیمه دیگرش دست و آستین برزده به حمایه محمد خسته. نهایت طفلی در بطنش بوده غیل زده از هستی خویش درک داد. حرکت طفل آن چنان ناگهانی بود که دل دختر گم زد و طرفهای در نبرد برخسته نیز مهری خاموشی بر لب زدند. دختر ظرفی را میماند که لبریز آب بود، شفاف و نازک و هر یک حرکتی بیجای میتوانست این ظرف به باد فنا دهد و بهر داوری او بین محبت و محمد باز فرسخها راه بود. نهایت رادیو با نواختن متن سرود ملی از آغاز کار خویش خبر داد. اولین سخنی که راوی به زبان آورد این سنه 1 سپتامبر روزی دانش بود که مردم کشور را از آغاز سال نوی تحصیل خبردار میکرد. هرچند در این مکتب برای کسی بسته نبود، ولی با سببهای معلوم او این صبح به مکتب رفته نمیتوانست. دل دختر بعد خبر راوی ریش شد، ولی همه این سوز را نهان داشتن لازم بود تا دل مادر آزرده نسازد. آخر مادر یگانه شخصی بود که تمام بار زندگی را به دوش خویش برداشته. اگر اون نبود صباحت و دادر و خواهرکانش در اعراف میماندند. اصلا در این مکتب همچون در بهشت بروی همگان باز است و هر کی را تا به پیش این در آمالی نیکش میبرد. شخص تنها با کرداری نیک میتواند امید به بهشت بندد و فردای روز قیامت بز را با پای خودش می آویزند و بزغاله را با پای خود. در قیامت یگان مرتبه میراثی نیست. همه این میراثده و میراثخورها در همین دنیا جلوه نمایی میکنند. تقای جوربازی ها نیز محصول همین دنیایند، چون که همه داوری کار خویشند، بیخبر از روز فردا، از روز جزا که همگان را داور است و نزد او همه برابرند، نه پروای شاه دارند و نه از گدا. اصلا در این مکتب را برای او والدینش بستند. سهم پدر در این جاده بیشتر بود. مادر با به حرکتی خویش بهر عملی شدن کردارهای ناپاک شوهر حصه گذاشت. ببین جمیله جمال نصف او دانا نبود، ولی در دل چه هوسها دارد. نه اکنون او فکر مکتب را باید از سر دور نماید. موج اندیشه ها صباحت را از مکتب راست به خانه موسفید جلیل برات پرتافت. او آن روزی به نزد موسفید رفتنش را به یاد آورده قلبش فشرده شد. آن روز او خود را چنان ذلیل و مضطر حس کرد که به مرگ خویش راضی شد. با کدام آرزوی آمال او به نزد پدر صالح رفت. از موسفید آنقدر سخنانی پست و بلند شنید که دلش از همه ماند. نخواد آدمیزاد اینقدر بی اندیشه باشد. هنگامی بازگشت از دل گذرانید او. نه، موسفید را درد دیگر است و همه این درد و علم من یک حصه است نزد درد او. آخر او پسر گم کرده است و این سوز را پایان نیست. خدا از سوز فرزند همه بندگانش را ایمن دارد. دختر یگانه رهایی را از گرداب اندیشه ها در ساحل دید و چون او دیگر میل شنا در بحر بیکران نداشت، نام آفریدگار به زبان آورده از جای برخیست. سمندری رحیم در لحظه اولی از ملیسا برآمدن به کدام طرف رفتنش را نفهمید. در صحبت 3 ساعته داشته خویش خود را آزادتر حس کرد، ولی چون با کاپیتان ملیسا ساربانی حامد روبرو شد، اینان اختیار از دست داد.
ساربانی حامد راست گفت که حادثه در موضع خشکگدره رخ داده و بالای من هم سایه افکنده است و بنده بهر اثبات بیگناهی خویش میبایست با ملیسا همکاری میکردم. مگر بهر دور افکندن سایه از بالای خویش همکاری با ملیسا خبرکشی است؟ شاید دیگر کس میشد ساعتی با من در بحث می نشست تا حقیقت حال را برایم ثابت سازد، ولی ساربانی حامد برابر شنیدن سخنان من گفت که در ملیسا به شما هم خبرکش ها هستند و ما به خبرکشیش ما احتیاج نداریم. من با خود چی کردم؟ اصلا من نیک را از بد فرق نمی کنم. اگر همکاری را از خبرکشی فرق می کردم هرگز به محبس نمی نشستم. مفتش پرکراتور حربی خودش به من اثبات نمودن خواست که در آن شب نحس من بجز کماندیرمان پرپرچگیتیمیتاش یراقم را به دیگر کس دادن نمی توانستم، ولی من دو پاره در یک موزه انداخته اثبات نمودم که یراقم را داده باشم، هم تنها به کماندیر نیه. من حتی به بیگناهی کماندیر کفالت دادم. تفتیشات گناه همه یراقانم اثبات کردن نتوانست، چون که خودم سری راهی تفتیشات گشتم برای خنک نظری ام و یراقی به من وابسته کرده شده. 3 سال پوره در محبس نشستم. برای چی؟ برای آنکه با تفتیشات همکاری کردن نخواستم تا موی را از خمر جدا نمایند. از خود قهرمان تراشیدم که ببینید بچه رحیم چگونه کس است. مردمان راست گفتند که خر رفت مکه و مدینه، چون بازگشت باز همان 2 گوشی درازش. بدبختی من در آن است که من هیچ سیاه را از سفید فرق نکردم که نکردم. شاید برگشته رفته عذر پرسی. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است و عذری بدتر از گناه هم به گمان است که مقبولی کسی شود، چون کاری شدگی شد، دیگر افسوس و ندامت را سود نیست. هرچی بادا بادگویان سمندر از اینهای پیش ملیسا پایان فرامد. 4-1 ساعت پس او خود را بالای رخش گرفت و این دفعه تقدیر خویش در دو راهه و اختیاری اسب ماند. تقدیرش را به اختیاری رخش ماند و همان را پشیمان شد، چون که اندیشه نکرد که حیوان حیوان است و در چنین فصل هیچگاه کوه یانه را مانده یاد ده و لنگری تنگ نکند. چون مثل خر یک رو بود، اسب را از راه نگردان و با تازیانه مکافاتش داد. رخش چون باد او را با همان راه برد که صبح آمده بود. در درآمدگاهی در آخری صبحگاهیش را با مردی ناشناس به یاد آورد. عجیب، ناشناس کی بود و با کدام کار میلی موضع نمود؟ سؤال داد او به خویش، ولی در جواب سؤال خویش مستر ماند. او به ملیسا احسن گفت، چون که با حرکت‌های خویش سری هزاران کلابه گم شده را دریافته حق را به حقدار رسانیدند. در گردش سرخ خاکی او تمام هوش و یاد خویش در یک نقطه گرد آورد و چون اسب از گردش تاب خورد، او لجام را به طرف خویش کشید. اسب ایستاد. سوار سری پا در اوزنگو راست شده دستش را در پیش چشمان لپر کرد و به معاینه موضع خشکگدره پرداخت. نهایت او همان مرد ناشناس را دید که در مسافه چندین فرسخ از او دورتر به همان سمتی که او حاضر روان بود حرکت داشت. او هیچ فهمیدن نتوانست که طی چند ساعت آن مرد چرا تا هنوز به پشت خشکگدره نبرآمده است. اگر او در حقیقت میل از این موضع رفتن میکرد، سمندری رحیم دیگر رنگ و رحمتش را هم نمیدید. مرد چنان آهسته آهسته قدم میزد که بیننده گمان میکرد که در بین علفها جویای سوزن است. او بی اختیار به اسب خمچین زد و موقعی خویش دیگر کرد. اگر در حقیقت ناشناس آمدن او را ندیده باشد و در اصل هم همین خیل بود، نورن علا نور میشد. او سمت حرکتش را تغییر داده از طرف مقابل دره به سوی خیمه اسب راند. نیم ساعت پس او در پیش خیمه اسب را باز داشت. سرچوپان از خفای رمه رفته بود. سمندر لجام و زین اسب بگرفت و رخش را به سوی مرغزاری بود که این صبح لنگر نموده بود. چون برگشت، از بین لباسا و جهاز خیمه دوربین شادی لایق را گرفته روی یال برآمد و جای مناسبتری را انتخاب نموده حرکت‌های مرد ناشناس را که نیم ساعت پیشتر دیده بود به زیر نظارت گرفت. سمندر قریب که نفس نگرفته وی را نظاره می نمود. هر آنچه که دید هیچ به عقل راست نمی آمد. ناشناس گاه پس می رفت و گاه تا نصفی قله می برآمد. پس سنگ‌ها و لانه صغور و روبار از نظر می گذراند. عموماً جویای چیزی بود. چون رمه در دیگر سمت بود، ناشناس در این دره
به فریاد از چیزی حذر نکرده سرگرم جستجو بود. نهایت آفتاب به غروب رفت و ناشناس به سمت پایان دره حرکت کرد و پهلوی چشمه قرار گرفت. سمندر بر علا دید که ناشناس خلطه با خود آوردهش را در لب چشمه مانده بوده است و از خلطه چیزی را برآورده در لب آب چشمه تر کرد و به دهان برد. احتمال ناشتای شام میکند از دل گذران سمندر و هماخه ناعیان قفا رفت. نهایت چوپان قامتش را راست کرده به سمت مقابل نگریست. رمه الکی روی یاله برآمده بود ولی تا هنوز از شادی لایق درک نبود. رفتار مرد ناشناس او را در دو راهه مانده بود. از آن که ناشناس میل از این موضع بیرون رفتن را نداشت، چوپان شک و شبهه‌ای نداشت. مادامی که او میل از اینجا رفتن ندارد، پس او را کاری به این موضع آورده است. هفته گذشته نیز همان مردی که جان خویش از دست داده بود شاید با کاری عزم این موضع نموده بود. امروز باشد هرچند ناشناس از آن موضع جای حادثه 2-3 فرسخ راه دورتر بود، ولی کی میداند او را در سر چه سودایی است. شاید آمدنی یگان کس را انتظار باشد، مگر جای دیگری بهر انتظاری کشیدن او نیافت. شاید در حقیقت دوست باشد و رخش را نیتی را بودن داشته باشد. اگر چنین است این همه جستجوی او چی معنی داشته باشد؟ چرا او لانه صغور و روباه را میجوست یا که همش نظر فریبی است؟ اگر او دوست باشد و قصدی رخش نموده، بهتر بود که قصدش را در ده عملی میکرد. این صبح گرگ با همه چالاکیش از دست محافظان جان به سلامت برده نتوانست. پس او چطور میتواند شبانگاه بر من نزدیک شود؟ نه، این هیچ ممکن نیست. اگر او دوست باشد و محض به همین خاطر به این موضع آمده باشد، به جای معینه به سرش کدو جا شده است. هر کی هم باشد او با مقصدی به این موضع آمده است و مقصدش چیست ما نمیدانیم. شاید قاتل آن مردی که جان خویش از دست داد همین مرد باشد. چرا نه؟ آخر او اگر بیگناه میشد از من کناره‌جویی میکرد. به هر حال با عمک شادی در این باره مصلحت نمودن لازم. جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. کنی بینم عمک شادی چی مصلحت می دهد؟ گویان سمندر عصای چوپانی به دست گرفته به طرف رمه حرکت کرد. سمندر برای علاب رفته بودی؟ چوپان را دیده پرسید شادی لایق. در دو راه اختیار را به دست رخش دادم و او مرا به همین سمت آورد. اختیار را به دست اسب دادی؟ ساده بوده ای. نخواد آدم اختیار را به دست حیوان دهد. دلش را داشته قاق قاق خندید سرچوپان. ملیسه ها را دیدی؟ ها، گفتم کو هیچ گپ نیست. ملیسه را با بگناه کار نیست. دیدی پرسیدن دو جواب دادن. تو باشی رسا یک شب تا صبح مرا گران کردی. اما که شادی لبای امروز به طرف خوشکگدره یک مرد ناشناس آمد. آیا او به اینجا آمده بود؟ نه، چی بود؟ سمندر از نتیجه واخری صبحگاهیش تا نظارت حاضرش به سرچوپان درباره مرد ناشناس گپ زد. ساده بوده ای سمندر. کاری ما چی که کدام مرد ناشناس کوه به کوه چی میکابد؟ رفت و یگان عالم بودگیست و نسبت به زندگی صغورها مواد جمع کرده نیست. نه خیلی یک وقتا کار بود. دادربگ نام عالم بیولوگ روحش شاد بود در همین موضع خوشکگدره چند سال آمده درباره صغورها مواد جمع کرد. در همان جایی که سید مراد کبیر خانه دارد ویت اوچست بود. انا در همان موضع دادربگ لابراتوری علمی تشکیل کرده بود. آنقدر صغور و صغورچه ها را او پوست کنده بود. به فکرم سال سیمین به اینجا آمدنش اکسکواتور سید عزیز را گرفته به موضع سرمابرگ رفت و خانه صغورها را کند. بعدتر او نامزدی فنها شد. در همین سالهای جنگ برادرکش دادربگ نیز دنیای فانی را ترک کرد. رفت و ناشناسی گفته هم مثل دادربگ از پی کارهای علمی باشد. نمیدونم چی لازم از یگان کس گمان بر شدن. آخر ما همه در یک وطنی خودیم. رفت او قاتلی صالح جلی باشد چی؟ اگر او قاتلی صالح جلی میشد دوم باره پای بر این موضع نمی گذاشت. میفهمید؟ دوم باره پای در این موضع نمی گذاشت. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و
муҳаррир Лутфия Қурбонова. анҷоми гуфтори 16 дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.